درود عزیزان، برنامه سلام هموطن از منظور شما و در اواخر روزها و لحظه ها و ساعت های سال 2023 قرار داریم و همگی در تردد جشن سال نو هستند و ما در این موسم و در این لحظه و در این ساعت خواستیم در برنامه سلام هموطن یکی از چهره های واقع هم مطرح، یکی از روزنامه‌نگارانی بسیار برجسته این سرزمین استاد سعدی واریسوف در برنامه داشته باشیم و چون با استاد زنگ زدیم دعوتش کردیم باور کرد در چشمپر خودش حاضر کردن و اومدن به این جای وعدگاه و این حال ما در یکی از دکان‌های بسیار هم زیبا و قشنگ و بر هوا، یکی از دکان‌هایی که واقعا هم مدرن هست با نام زرنگ هام قرار داریم و تشکر میگوییم به عموما صاحبان این ملک که ما را اجازه دادن تا که ما در اینجا برنامه داشته باشیم و این یکی از دکان‌های برجسته است در شهر دوشنبه و چون اگر تشریف بیاورید و ببینید از مال و کالای این دکان شرما نخواهید شد. استاد خوش آمدی به برنامه. سلامت باشید. شما گفتی مردمی منطقه شکایت زمین دیر باز شما را ندیده بودیم. دیر باز همین تشنه دیدار تو بودم. میخواستم که شما را هرچی تیزتر دریابم در سال 2023 ولی اما وقت و زمان و ساعتش نامعین و ناروشن بود و شکر کنم که خیلی لحظه درستید که سر نمین پیش نمی ارچه رنگارنگ با هم باشیم. خوش آمدید. سلامت باشید. شما هم خوش باشید و منم از فرصت استفاده برده به همه بیننده های برنامه خوبی شما سلام و احترامی گرم خدمت تقدیم می‌کنم با امید اینکه سالی نو سالی پربار و پربرکت باشه برای همه عزیزایی که ما را میبینن و هم برای شما و برای ملت وطن عزیز. سلامت باشی. سال 2023 که می رود حرکت بارو بانش سخت کرده و می رود و چی خاطره گذاشت در شما در روزگار شما در فعالیت های شما؟ خب به نظر من سال 2023 برای من سال بسیار خوب و خوش بود. سالی بود که خب اگر از حیات شخصیم بگم چند تا دستاوردهای خوبی در فرزندهای ما بود در همین سال و یکی از تدکهای من که مشغولی ورزش است در یک مسابقه منطقه‌ای در شهر تاشکند بخت آزمایی کرد و توانست این مسابقه ورزشی از نمود ژیمناستیک بدنی یگانه طلای تیم تاجیکستان به دست بیاره که به نظر من این خاطرماندترین بود و یکی دیگرشان هم در المپیاد انگلیسی اشتراک کرد و مرحله آیندهش در ماه ینور است که امیدواریم خبرهای خوشی را برای ما پیغام بیارد. باوری داریم ما واسه با دستاوردی جگربند شما که در شهر تاشکند بود آگاه هستیم، بسیار به خوبی هم قبولش کردیم. مبارک باشد برای شما، برای ملت مبارک باشد و میدونید چه عزیزون برای یک چیز مرا شوکی میکند. استاد سعدی واریسوف زادگاهش دهه زیغری دروازه است و امروز مقصد دخترشون در یک رشته ورزش را انتخاب کردن که عموما ما مردم او را شاید ندانیم و چی شد که نمودی ورزش دخترش ما انتخاب کرد؟ والا برای من بسیار تعجبی کلان داشت وقتی که آمد گفت که من میخوام مثلا سین سالی تخمینا 6 سالگیش همین شوق در دلش پیدا شد و آمد وقتی گفت که مثلا میخوام در همین نمودی ورزش پا بگذارم برای من بسیار جای تعجبی کلان داشت که ولی عادتا من هیچ وقت از تن کودکام تصمیم نمیگیرم، یعنی این یک قاعده است. یعنی با خودم نو میگذارید؟ من مثلا نقش پدری رو در این میبینم که اونا تصمیم را بگیرن و من همشون پدر حمایتشون کنم، تشویق رو میکنم. من هر چه عزیزم بیایم میکنم که به همون
مقصدها و هدفهایی که در پیش میگذارن برسن و همچنان یاد گیرن که در زندگی مثلا تصمیم گرفتن و مثلا به هدف رسیدن این خیلی زینه‌های را در پیش داره و مثلا برد و باخت‌های داره و این و من همچون قدر رسالت ما در همین میبینم که همیشه بیام و از روی همین عادت وقتی اومد گفت که من بخوام مثلا در نمودی گیمناستیک مشق کنم، برای من راستی یعنی بسیار جای سوال کلان داشت و حیران بودیم که از کجا همین فکر در ذهنش پیدا شد. از اینکه من در اول شما یکون کس بود همین نمود؟ در ما این نمود نبود، یعنی ما این خانواده ما پهلوان یک مزارم خدا رحمتشان کند که در نمود گشتین و مردانه بود، ولی از خانواده ما این اولین کودک است که در قبل از این هم بودن در سطح مکتب در بعضی ورزش‌ها، لیکن این نمودن نبود. آره نمود نبود. بله. بعد من احتمال می‌دهم که شاید همین برنامه‌های تلویزیونی که تماشا می‌کنن شاید از همونجا همین فکر در دلش شده، تصمیم گرفت. ما هم هر قدر تونستیم تشویقش کردیم، حمایت کردیم. حتی یک بار خواستم که پیشنهادش کنم که شاید همین نمود عوض کنی، ولی قبول نکرد. اگر عوض می‌کرد چی پیشنهادش می‌کردین؟ نه، من از طرف خودم پیشنهاد نمی‌کنم، فقط من برای چی آره سببی که من یک روزای اولی که ورزش سر کرد در نزد یک مربی که بسیار سختگیر بود، مربی جوان بود و آدم بسیار جهان گشته و تجربه دار بود و بسیار سخت میگرفت کودکان. وقتی من مشقشو ندیدم بسیار ترسیدم، یعنی راستی به خاطر سلامتیشان سلامتیشون که این مثلا بسیار ریسکا بود، حرکت‌های بسیار در خطرناک بود. من از همین دیدگاه گفتم که یعنی خدا نکنه به آسیبی در سلامتیش نرسه، به همین خاطر از روی دلسوزی پدر آنها گفتمش که شاید همین یک نمودی ملایم نه که وقتی دیدم که جدی هست دیگه ما هم چیش نکردیم، مجبورش نکردیم. خب انتخاب اختیار خودت هست، ما تا میتونیم دستگیریت میکنیم و 4 فصلی سال در وقت خورد بودنش بیشتر حاضر که با یک کمی کلانتر شده کمتر همراهیش میکردیم که با همین هدف در پیش گذاشتش برسه. اول در مرحله های مثلا ناحیه و پایتخت خوب درخشید، بعد از سطح جمهوری، بعد بیرون از جمهوری شکر توانست دستاوردی به دست بیاره و ما دیدیم که وقتی یک تصمیمی کودک والدینش دستگیری میکنن، حمایتش میکنن، حتما ثمر میده. یک قاعده کلی است، یعنی هر کسی که همین تصمیم‌های کودکاش جدی بگیره و حمایتش کنه نتیجه شد موفق بشه ان شاء الله. مطمئن هستم و میدونید چی ما چی بگم، سال نو رو مردم به هر گونه قبول میکنن، تجلیل میکنن و البته در سال نو بیشتر یادآور میشن به اون لحظاتی که خاطرمونش همون خنده آور و اون لحظه‌های شادش به خاطر میارن و بود لحظه‌ای که شما رو شاد کرده باشه در همین سال 2023. یک خاطره بسیار خنده‌دار از سر من گذشت به نزدیکی که من با استفاده از همون فرصت رو نوشتم و در صفحه هم در فیسبوک هم پخش کردم. یک صبح وقتی که صبحانه میخوردیم در خانه‌مون تق تقی همین تا بسیار به شدت شد که من ترسیدم، گفتم حتما کدوم گپی ناخوبی به همسایه هامون شده است. در جام پریدم رفتم در باز کردم که خانمی همسایه بالا سریمون رنگ روش میکرد کندگی گفت که تیز همون کازیراکتون جارو به قدیما به هیچ من حیران شدم چی گپ شده. بعد گفتم که گفت که پولامون غلطیدن و من رقص نماید آشخونمون همون لولچوبی برای زباله‌گیری هست، همون را گرفتم. بعد رفتم دری بالکن باز و اصلا پاریسای همسایه ماسنی اون از اونجا غلطیدن در پوزه، لیکن یگانه ما میتونستیم ما از پاریسا با تاگا در حریم هوایش ما تو رفتم که همسایه پایان اومده دستاش همین تا نگاه داره که خیلی
بعد دیگه چند تا 50 سومانه بودم با همون نوگی همون چوب یک تا میره یعنی از هوا قفیز دازیو بسیار منظره خنده‌دار و بسیار خوش بود که من از بس که صبحی من بسیار شاد کرد بعد گفتم بگذار همین عزیزای فیسبوکی ما هم از همین خاطرشون شاد شد بعد نوشتیمش اینا بله نموره خوندیم درسته که بعد در انجامش همین گونه بود که بگذار پول ببره دشمن چین او همزمان وقتی که پول را گرفت بعد یکی بخد آمد که مثلا یعنی من باعث ناراحتی همسایه شدم بعد خواست شرح که چی گپ شده است که من نماندش من گفتم ممکن که همین پول ببردش ما بود که با فکر ما همین لباسای شوهرش تکانده از جیبی همو غلطیدن دیگه بیچاره دیگه نمی‌دونه چیکار کنه دیگه سر و سیما اومد که دیر نشده گیریم چیزا باشه بسیار در صفحه‌های شما بسیار همین چیزای شوخی آمیز بسیار می‌نویسید همچنین یک روز صبح دیگر یک روز دیگر نشستید و در چنبرک دختری جوان بود است بله بعد همون دختر جوان چی شد همون قصهش این چی بگیم من معمولا از راننده های زن چی بگیم یعنی کوشش میکنم نشیدم نمیدونم برای چی؟ خب من میدونم بسیار شتش از سخت خورده چی؟ نمیدونم در رانندگی خانما کمتر اعتماد نداره؟ ریسکی زیادتر است به هر حال یک بار روی راه داشتگی بودم که اومد یک ماشین رفرید اول من از شکلش با تاکسی ها مانند تاکسی های خطگرده که 8 میزد بعد اومد بعد رفرید چندشان داد بعد 6 تیم بعد همین کم تا پشیمون هم شدم از ششتگی برای که کم تا بی‌پروا های میکرد بعد دیگر راه بود چند کسی دیگر را سوار کردم این طرف تیم بعد آدمی در رقیب ششتگی شما در پیش بدید من در پیش دم یعنی یکم مسافر من بودم بعد رفت با 3 کسی دیگر گروه بعد رفریتا پنهان کرد بعد سفر ادامه داد یک جا رسیدم که بعد این یک کس از همین مسافرای عقیب تلفن اومد بعد از همون تلفنش فهمیدم میشه که آدم شهر نمیدونه او این آدرسش فهمون که نفهمید بعد خواست مشخصات این ماشین بپرسه که ایروی ماشین من کنه و بفهمه که همین آدم است این بعد گشت طرف این خانم گفت که افهمی رقمای ماشین چنده این راننده رقماش فراموش کرد یا نمیدونست این یک دو تایی اولش گفت دیگه یعنی این آدم در تلفن باید او را بگه که مثلا ماشینی که ما بیاییم رقماش همینه این دو تایی اولش گفت اوناش فراموش کرد گفت که گفت چون چنده گفت همین رفتیم بعد همین درو حد زد که ما همین مدل ماشین بعد گفت که ما در یک ماتیز اومده استیم این وقتی ماتیز گفت این راننده را بسیار سختش رسید این همین گشت این شما تصور کنید در راه رفتید همین گشت گفت که آخه خیلی ماتیز این مارکای ماشین من شیورله تای این فکر کرد که اون ماشینش پس داده بود بیچاره من در این پیش تلخم کفیدی گشت او طرف گفتم میفهمی رولا با قبل من همین ماشین نمیبر تلیات بیام پیش مثلا این دیگه در خاطرهای جالب باشن ما همش قهرمان واقعی همش هیچ کدومش ساخته نیست همش پس از همین چیز برمیاد که همه حزل و شوخی ها و همه حجبی که من در عالم حجب داریم همش زندگی معمولی ما گرفته می شود شاید همش نه و مثلا بعضش گفته خیال است خنده دارد ولی مثلا از من قبلا هم با همینجا نقل کردم در دهه یوگیت که یک مردم با فرهنگ هستند و من دوستشون میدارم شدوان دودی از کوچه همون دهه میگذره که یک زنک شوش جنجال دارن جنجال همی که من بایتر حیف شیم این میگه که شوش که نه من حیف شیم ده حیاتی من سوختی زنک میگه نه ولی من حیف شیم که هم خیلی دودی میگذره ایره بعد میگنش که اکی دودی تا یک شخصی خالی که بیا بگو که ما کدوم حیف شیم من حیف شیم یا همی زنک حیف شی گفت از ولی نه تا حیف شی نه ای همون گوه که در توی توشتن شما هیچ جای نگرانی نکنه
نه چیزی که از مثلا یک دهه خورده داریم به نام یوگیت، همین بسیار شخصای با معرفت دارن، با فرهنگ دارن، همین گپی زدگیشون همیشه خنده‌دار میبروید. میگه در اصل حقیقتی را دارو هست. چی بگیم، همین خوب است که مثل همین گونه طنزهای نمکی از گشتن دهان به دهان و طرزی چی هم بگذارن، مثلا کتابت شوند یا به شکل نوشتاری هم که همچون میراث باقی بماند. بله. یا مثلا صحنه بشوند برای حجاب نگارا یا طنز پردازایی که صحنه های حجوی می سازند. به نظر من بسیار کار خوب است که اگر جمع شوند، نوشته شوند در شکلی کتابت شوند، همچون یک چه فولکلوری. یعنی میتونه مثلا طنز شوخی های مثلا یک منطقه مثلا باشن و همین شکل. به نظر من یکی از سببایی که همین گونه خاطرات می نویسم معمولا یکی از سبباش همین است که همینا از دهن به دهن گشتن و شکلی کتابت هم بتراین و حفظ شوند. حفظ خوب است. چون این دهن به دهن تا وقتی میچرخه که همون نسل هست. اون نسل که گذشت این گپا رو با خودش میبرن. یک کمش میمونه. یک وقتی نوشته باشن اینا حفظ میشن برای نسل های بعدی. بعد این هم یک بخش زندگی ماست. یک آدم نمیتونه همه حیاتش جدی باشه و نخنده شوخی نکنه. در دهه زیخر یک محتوب پولی میگن حکمت داره. از موسیقیدای همین سری دوی ما با نام بابی حیان، خداوند رحمت و مغفرتش کنه، در حد حیات نیست. این گپ‌های چی بگیم ماندگار زیاد داره، گپ‌هایی که بسیار هم طنز داشتن هم تا حال روایت میشن، دهن به دهن میکردن. یک خب دهه ما دهه‌ای هست که بگیم در قسمتی پایانی درواز آخرون دهه هست و چون سیمای برق از دهه های دیگر میآیند ما وابسته همه دهه های دیگر در هر دهه‌ای که صدمه شود شما به برق بمونید. من به برق، یعنی این از بدی های بودن در پایان یکیش همین است. و خلاصه یک وقتی وضعیتی میشه که یک دو ماه برق نیست در دهه. بعد این ناظر برق هم خزارسی میخیزه میآید که باز از تقدیری بعدش در قبل بابی حیان میرم. این همین میبینه شه، بعد میگه که این مرا محتوب پولی گیری چقدر دیم دو باشه. بعد این گپ ها سختش میرسه که اون مادر میره راست استعفا میده، همین کارش دیگه بس میکنه این چی را پول جمع کنیده. و خلاصه که از چی بگیم خاطرات خنده‌داری که در دهه متحال میچرخه دهن به دهن میکرده یکیش همین است. بابی حدیث بود از در دهه خوسته. بابی حدیث در خوسته او هم بسیار چیزای جالب داره که چی بگیم من با دلایل نمیخوام اون را در اینجا یادآور شم. من میخوام یک چیز از بابی حدیث خدا بیامرزش، درود به مردم خوسته. بابی حدیث هوا گرم، بعد میگن که خیلی مردم مقصد جمع گیری بریم همون گرد قبرستان دیوار کنیم. بعد میرم من بابی حدیث خوب بیچاره شلپر هوا گرم، بابی حدیث خیز بریم، بعد سرش حاد میکنه میگه بچم برای همون اوچه و بابا همینه گیری عیسی میشه خونه دیوار کردن گیری بسیار یک چیزای خوب ده. در هر یک دهه درواز همین گونه چیزها هست. از این همه بگذاریم بدونی استاد سعدی، ما مردم درواز، مردم کوهستان، هرچند که با زبان خودمون با لهجه خودمون سخن میکنیم ولی لهجه ما تاریخ داره. لهجه ما بگیم که یکی از بگیم بازمانده تاجیکان است، ولی امروز درواز بعضی کلمه های هستند که از بین میروند. با ویژه کلمه بابا یا وا میگن در قسمت که بابا میگن، اینا هستن که اینا از بین میروند. مثلا در مرکز ناحیه درواز نگران است، نگران کننده است که دیگه وا نمیگن مردم، دیگه همه دادا میگن. نظر شما چی است در این؟ چی اون رو وادار میکنه؟ والا این جای تاسف است. خب یعنی این ما اگر یک در
سطحی کلانتر بگیریمش شاید از تاثیرهای جهان شبی باشد برای اینکه دانشمندای زبان شناس میگن که همه ساله زبان ها هستند که در جهان میمیرن و رو به انقراضن و یک مرحله دنیا میرسه که تعداد زبان ها کم میمونن زبان های زنده یا زبان هایی که مثلا میتونن خودشون حفظ کنن خوبی از زبان ها میگذره در لهجه ها همینطوری تاثیرش تا لهجه ها و تا همین منطقه ما آمده میرسه ریشه میدونه پس لرزه هاش یا پس لگد هاش در ما هم میرسن و احساس میشن که البته جای بسیار تأسف دارن. برای چی؟ برای آن که لهجه ها مجموعی لهجه ها هستند که یک زبان میسازند یا هر زبان لهجه های خودش داره گوش های خودش داره و این غناوت و زیبایی های خودش داره. گوش عزیز گوشوار عزیز این زبان که عزیز باشه گویش هاش لهجه هاش هم عزیز هم یعنی بعد یک چیز جالب دیگری هست که من مثلا سفرهایی که در منطقه‌های کناگل میکنم بسیار دقت میکنم به لهجه ها و تعبیرهای کلمه‌ای را در لهجه های دیگر میبینم که مثلا اینا سزاواری مثلا در زبان ادبی جاری شدن دارن که متاسفانه کارانه میشن یا کمتر میشن و یک کاش بشون یعنی طرحی بشون مثلا از لهجه ها جمع کنن اصطلاح ها و کلمه های بهتری تعبیرهای بسیار خوشرویی که در یک منطقه مانده است در حبسی همونجا عمومیت پیدا نکرده است و یک روزی میمره میدوه و اینا سزاوار این هستند که احیا شوند و در سطح جمهوری یعنی در چیزی مورد تطبیق قرار بگیرن. از ما در لهجه ما همین ضربه های منفی زیاد دیده میشن یعنی من در سفرهایی که مثلا میکنم در دهه خودمان مثلا میبینم که آستا مردم به جای کلمه زیبایی مثلا سنهار خود کلینگ میگن مثلا و خیال میکنن که با کلینگویی اینا خودشون متمدن تر میشن یا شهرتن در حالی که اون کلمه اصلی تاجیکیست و اون کلمه هیچ جای شرم ایدا نداره یعنی شما در پایتخت بیایید بعد سری بلند استفادهش برای شما نترسید چرا مثلا خجالت بکشه آدم یعنی چون اکثری مردم کلینگ میگن پس اون باید کلینگ بگن مهم درست بدنی همون کلمه است مهم اصیل بدنی اون کلمه است نه مثلا عمومیت پیدا کردنش ولی تاثیرها خب اینا بخواه نخواه میرسن در لهجه یا مثلا یکی از نکات بسیار جالبی که مثلا هست شما تصور کنید در لهجه ما مثلا برای مثال ایران میگم شما تصور کنید مثلا همین کلمه اطاله در ادبیات در شکل درستی ادبیش همین طریق آمده که اطاله استاد عینی میگه که سطور از پول خود نان شکند گر به مثل شیشه سندان شکند اطاله دندان شکند ولی در دیگر جاها شما وقتی میبینید در تاجیکستان مثلا اطاله استفاده میکنن یک شکلی وقت شده میشه ولی در درواز مثلا شکل اصیلش باقی مانده است مثلا اطاله ولی من میترسم یک روز امونا با در اطاله گویی به خاطر اون که در دیگه همین تقاها مثلا این شکلش که رواج داره بله یعنی این گونه چی بگیم کلمه های بسیار ناب و خوبی را حفظ کرده یا مثلا کلمه چی را بگیریم شما آلو بالو مثلا این نام یک میوه‌ای که در دیگر منطقه وقتی میری او را آلو چشم میگن ولی شکل درستی کتابیش آلو بالوست مثلا ولی این شکل در منطقه ما حفظ شده است در دیگر جاها مثلا عوض شده است مثلا به جای او مثلا اینجا کلمه آلو بالو را برای سلیوه استفاده میکنن و برای او مثلا آلو چرا استفاده میکنن در حالی که اون شکل و مثل این گونه مثالا رو آدم بخواد زیاد تنده چون که ای کاش که برخورد ما با لهجه برخورد آگاهانه باشه مثلا در همین منطقه در قشلاق ما مثلا در وسط قشلاق ما یک آب میگذره اینجا یک پولی بسیار خوب زمانوی ساختن در این وقتهای اخیر مردم قشلاق ما امین میگنش کوپرک تصور کن و وقتی که مالا را چی میبرن ایلاق میبرن یا ایلگا میبرن میگن بریم پول بندی ولی هم یک آوای در این قاونش یک پوله اینا میگن کوپرک اونایی را که میگن بعد از خودشو ساز میگن که مالاشو بگذارن میگن پول بندی اونا پول کوپرک در حالی که اول همون خو همینه هر در آخر یعنی یک چیزی که بالای اون ساخته میشه که بگذارن مثلا این وقتی که میان اینا چی نمیگن انا پول نمیگن در حالی که شکلی درستش و اصیلش هم همینه یعنی وقتی که ما در
پولای خودمون میسازیم پول میگیم برای چی نگی بله. مثل این گونه مثالا بسیار زیاد در درون این لحظه که بگردی این طری کلمه هایی که ای کاش حفظ شوند و از من حتی در همین دوشنبه هم یک محله در وقت زندگی میکردم روز همین دختره که ورزشکارم آمد گفت که برای چی گفت من وام میگم این کودکای دیگه هیچ کسی کلمه را استفاده نمیکنه گفتم که خیلی چی میخوای گفتم اگر که نفارت از وا خب پدر بود یا پدر یا وا اگر قرار باشه مثلا کلمه دیگه را استفاده بری خب اونا رنگ همین لهجه دیگه اونا مثلا کلمه ادبی نیستن که ما بگیم که ها کلمه معیاری نیستن هیچی اونا چنین همه با اونا لهجه دیگه اونا لهجه خب از میان لهجه ها خب لهجه خودمون همین از همین روی کوتاه هست فهمو از بعد این اگر ریشه یابی شامکنی با میروا در تاریخ لحاظ زبانی مثلا در بووا و بووا در اونجا میچسبه یعنی اینطوری نیست که از هوا آمده باشد یا اقتباسی نیست از کسی دیگری در اون زبان ریشه داره و همین خاطر من گفتمش که یا همین استفاده بر یا اگر که این نمیفهمد پدر بود لیکن در مدت کوتاه کودکای همون محله همشون یاد گرفتن که کلمه دیگری برای پدر وجود داشته است نوعی وا و وقتی من می‌دیدم کودکان میگفتن که وات خانم اونا هم یادش گرفتن ولی استفادهش می‌بردن شکلی همین است یعنی مثلا اینجا که اومد در دوشنبه این مردمی ما شکلی بزرگی شد تست شهری میشن و یکم از همین لهجه سر میکنن همین کشتن لهجه سر میکنن کلمه های بسیار خوب قطعی میان در اینجا بعد میزنن اون را تیت پیت میکنن و گویش های میگذارن که یعنی به تحلیل و به تشخیص که در نهایتش مثلا لهجه را ضربه میزنه و لهجه هم خیلی دارایی های خوبی معنوی داره که اونا میمرن و برای اونا البته لهجه هم جاهای ویران بسیار داره اینش که لهجه چون لهجه است همش خوبه این کلمه های نادرست غلط هم پر داره درونش ولی باز کلمه های خوب و ناب زیاد داره که رفتن اونا به لحاظ معنوی یک خسارت است و ای کاش حفظ شوند مثلا بله میدونید که استاد سعدی در دهه زینگ دو کلمه هست که من گمان نکنم دیگر دهه ها بتونن نور استفاده کنن کلمه میشکت در شما هست؟ نیسته که این شاید بیشکت باشه ما مردم بگیم که میشکت کی مثلا صاحب ماشین شی میشکت کی صاحب خونه شی من در گویش در واقع او برای آوشنوی نه در ما هست در کلمه عقلی دارش ما؟ عقلی ما میگیم عقلی در کدوم مورد استفادهش کنیم؟ همین موارد هایش که نزدیک ادبی باشه نه مثلا در گویشه که گویش شما در ما در حالتی که میگن که فلانی افتید عقله با هم درست است نه ما با هم در دهه از این فراوانی را استفاده میکنن و اکوش نسل جوان هم میگونه چرا پیش ببرد یعنی یکی از اصطلاحایی که از مادرم در یادم است مثلا او یک کس وقتی میدید که مثلا یک رفتاری غیر عاقلانه میکنه میگه عقلی پیوند یعنی عقلی خودگی نداره که همون کارا بکنه باید یک کس بیا بگه این کارا بکنه بعد عقلی پیونده میگه این کلمه را استفاده بسیار تعبیر جالب در نظر من بله انا کلمه میشکت فراوان در اون طرف دریا که گفتیم استفاده میشه هم در شکل ادبی بیشکت میگن اونا بیشکت اونا بیشکت انا در دهه های بالاتر از شما کلمه بندت استفاده میشه بوتت بندت و اینمی کلمه هایی هستن که اینا چی هستن بچه که مثلا چی بگیم از امتحانات تاریخ گذشته تا اینجا رسیده است با خودش ادبیات داره ادبیاتی داره که در هم جنبه لهجوی داره هم جنبه ادبی داره و در یک دایره که مثلا در دوره شوروی روی این کار شده است کتابا تحقیقات شده است تا حال هم بعضی اهل علم مشغول این مسئله هستن و کاش یعنی همین واژه های مثلا حفظ شوند همینا روش کار شود یا مطرح شود مثلا در بحث‌های شبکه‌های اجتماعی همین مثلا تو آسان میکنن یعنی شما در اینجا رشتگی که در اون چند روشه میتونید در یک موضوعی خوبی فرهنگی بحث کنید ما هم یک چند بار نوشتیم با لهجه بعضی خاطره هایی که داشتیم نوشتیم شو با لهجهش نوشتیم و بسیار خوب قبول کردن کسی خوند و فهمید بسیار قبول کردن و باشد که چنین باشد خب استاد سعدی سال 2023 به همه برد و به همه باخت و به همه شکست و ریزش که میروه بگیم میروه و چی نقشه ها بود که نشدن عملی و چی سبب بودن
من یک چی بگیم یک موضوع را روش کار میکردم، یعنی تخمینا شکل اولیش تمام شد، ولی میخواستم یکی از بزرگا از نظر بگذرانه و باز پیشنهاداتی بکنه که تا حال با دستی من نرسیده است، ولی امیدوارم تو چی بود است؟ کار علمی انجام دادی؟ یک مطلب علمی است، ولی تمام شده انشالله. چی موضوع را فراگیر است؟ موضوع های سیاسی است، یعنی در بحث سیاسی. بیشتر در سیاست روی کار علمی میبرید؟ گاه خیلی چی بگیم، این علوم انسانی همش به یک دیگر بسیار نزدیکی داره، یعنی دست داد در موضوع سیاسی هم گاه و بعضی تحلیل ها و نظر ها میتیم، باز بیشتر در موضوع اجتماعی هم، یعنی جایی که به تمامی هستی من در اونجا حضور دارم موضوع اجتماعی. بله درست است. های بگذار سال 2023 با چی کم کوستیدو که رفت بگذار در دل تاریخ بماند، زیرا یک روزی ما هم یک صفحه کتاب زندگی ما هم خودش هم به تاریخ میره و هر چی که باشه بگذره و سال 2024 با همون نیت نیکو با همون مرام و سازنده پیشواز بگیریم و سال نو در کجا میگذرونی خدا خواهد؟ چی نقشه ها داری؟ من معمولا هر سال نو یک مقدارش در حلقه دوستا و عزیزان، از یک مقدار در حلقه خانواده در درون خانه، هر سال اینا تقریبا به همین شکل تا به حال آمده رسید. رفته ایستاده است. سلامت باشید و بگذار همیشه زندگیتون رنگارنگ باشد، با مثل همین ارچه ها، با مثل همین سرخ و سفید و همین زندگی همین با همین رنگاش زیباست. بگذار همین باشد و شما همیشه سلامت و موفق باشید. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید بگذار صحت باشید، سلامت باشید، سال نوتون مبارک و هیچ کمی و کاستی رو نبینید. و ما در اینجا با اکتفا میکنیم، نقطه میگذاریم با برنامه سلام هموطن. این آخرین برنامه در سال 2023 هست و برای همه نفرانی که ما را حمایت کردن در طول سال برای تهیه برنامه ها برای پیشرفت و همتون سپاسی فراوان عرض میکنم. خداوند هیچ وقت در زندگی دست کم و چشم نم را نبیند. خدا یار و نگهدار. سلامت باشید.